بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در 11مین درس از کتاب الاربعین امام آجوری رحمه الله تعالی هستیم. در این درس احادیثی را در مورد فضیلت جهاد در راه الله، فضیلت رباط در راه الله میخوانیم ان شاء الله تعالی. حدیث اولی را که میخوانیم حدیثی است که سلیمان ابن موسی روایت میکنه از شرحبیل ابن سمط که میفرماید انه كان نازلا على حصن من حصون فارس مرابطا قد اصابتهم خصاصة فمر بهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منزلكم هذا. راوی سلیمان ابن موسی از شرحبیل ابن السمط رضی الله تعالی عنه از روایت میکنه که او در سنگری از سنگرها در منطقه فارس، در معرکه از معارکی که در فارس بود، در اونجا رباط میکرد که برش یک حالت خستگی آمده بود با کسایی که رباط میکردن. طبع واقعا جهاد از سخت‌ترین اعمال می باشه و رباط کردن به همین شکل. و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه از پیش آنها تیر میشه و برشان میگه آیا شما را بیان نکنم بر شما حدیثی را که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدگی هستم که کمکی باشه در جایگاهی که شما هستین، در اینجایی که قرار دارین، این حدیث شما بشنوین، دلهای شما به تازه شوه و امید شما به الله بیشتر شوه و به عملی که انجام میتین. قالوا بلا یا ابا عبدالله حدثنا. گفتن ای ابا عبدالله که کنیه سلمان فارسی است. گفتن بله من بگو. گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول رباط یوم فی سبیل الله تعالی خیر من قیام شهر و صیامه. رباط یک روز در راه الله متعال، یک انسان یک روز در راه الله تعالی رباط بکنه، یک روز سنگرداری در راه الله تعالی بکنه، از منطقه مسلمین دفاع بکنه بر علیه کفار، نگذار کفار به منطقه مسلمان ها حمله بکنن، در یک جای رباط بکنه، برش بهتر است از قیام یک ماه و روزه گرفتن یک ماه. یک ماه که شب و روز عبادت بکنه، روزش روزه داشته باشه و شبش نماز بخونه و عبادت بکنه، لیکن یک روز که رباط بکنه و یک روز رباطش در راه الله بهتر است از همون یک ماه عبادتی که انجام دادگی است. و من مات مرابطا فی سبیل الله کان له اجر مجاهد الى یوم القیامه. و کسی که در حالت رباط از دنیا بره، در حال از دنیا بره که سنگرداری مسلمانان را میکرد، سنگرداری از سرزمین اسلامی را میکرد، کان له اجر مجاهد الى یوم القیامه. اجر مجاهد برش هست تا روز قیامت، یعنی عملش تا روز قیامت جاری است. از اعمال جاریه‌ای که بعد از انسان باقی میمانه یکی نمی است، رباطی است که انسان در راه الله انجام داده باشه، در جهاد انجام داده باشه. حدیث دیگری است که عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه، میفرمایند جاهدوا فی الله القریب والبعید فی الحضر والسفر فإن الجهاد باب من ابواب الجنه و انه ینجی صاحبه من الهم والغم. جهاد بکنین در راه الله، در نزدیک و در دور، که در سفر میرن یا در حضر که در غیر سفر است، زیرا که جهاد بابی از ابواب جنت می باشه، دروازه ای از دروازه های جنت است و این جهاد که سببی است که انسان از هم و غم دور می سازه. کسی که جهاد میکنه واقعا به همون شکل است که از هم و غم او را دور می سازه. در مقام و فضیلت مجاهد در راه الله احادیث بی شمار آمدگی است که این احادیث که وقت بخوانیم دلالت بر ازی داره که هیچ عمل بهتر و بزرگتر از جهاد نمی باشد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه در حدیثی روایت میکنه که به رسول صلی الله علیه وسلم گفته میشه ای رسول الله چی کاری با جهاد در راه الله برابر است؟
رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند لا تستطيعونه، شما توانایی انجام او کار ندارین. این پرسش 2 بار یا 3 بار تکرار میکنن و هر بار رسول صلی الله علیه وسلم میگن که لا تستطيعونه، شما توانایی انجام دادن او را ندارین. سپس میفرمایند مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. مثال مجاهد راه الله مثل روز شب همانند روزدار شب زنده‌داری است که خاشعانه و با تأمل آیات الله را تلاوت میکنه و از نماز روزه خسته نمیشه تا که مجاهد از جایی که هست، در جایی که در جهاد رفته از اونجا برگرده. یعنی تا زمانی که مجاهد از جهاد برگرده، این انسان که از شب و روز عبادت بکنه، روزه داشته باشه و شب هم که در تهجد باشه و اصلا نمازش ترک نشوه، آیا امکان داره کسی کار انجام داده بتونه؟ هرگز امکان نداره. از او خاطر رسول صلی الله علیه وسلم میگه لا تستطيعونه، شما انجام داده نمیتونین، هیچ عمل برابر با جهاد شده نمیتونه. و در روایت بخاری آمده که مردی گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مرا به عمل راهنمایی کنین که با جهاد برابری باشه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن لا اجده، گفتن این تو عمل من سراغ ندارم. سپس برش گفتن هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، آیا میتونی همزمان با خروج مجاهد به مسجدت بری و بدون خستگی به نماز ایستاد شوی و روزه بگیری و افطار نکنی تا که مجاهد بازگرده؟ او مرد گفت چی کسی میتونه چنین عمل را انجام بده؟ یعنی اصلا ممکن نیست، اصلا ممکن نیست کسی عمل را انجام بده که عملش با عمل مجاهد برابر شده بتونه. و ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه شنیدم که رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الله متعال اجر پاداش کسی که در راه الله به جهاد میره سریع میته. الله متعال میفرماید به کسی که چیز جز جهاد در راه ما و ایمان به ما و تصدیق پیامبرم باعث خروج او نشده باشه، ضمانت میتم که اگر کشته شد او را وارد بهشت میکنم، یا ای که او را سالم به همراه اجر پاداش یا غنیمتی که به دست آورده به خانه ای که از او خارج شده برمیگردانم. و در روایت مسلم آمده رسول صلی الله علیه وسلم میگن مثل المجاهد فی سبیل الله والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله، مثال مجاهدی که در راه الله است و الله بهتر میدونه چه کسی در راه الله جهاد میکنه. این مسئله بسیار مهمی است و امروز خیلی کساست که ادعای جهاد میکنن. مهمی است که ابتدا مهم است انسان با چه کسی باشه، با چه جماعت باشه. آیا کسانی که با اونها در یک جای قرار میگیره و جهاد میکنه آنها کسانی هستند که در توحید الله برابر هستند، کسانی هستند که موالات با دوستان الله دارن و بیزاری از دشمنان الله میکنن؟ آیا کسانی هستند که توحید 100% در زندگی خود تطبیق کردن؟ آیا کسانی هستند که تحکیم شرع الله میکنن؟ آیا کسانی هستند که در منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار دارن؟ کسی که جهاد میکنه خصوصا معلوم است در هر جایی که جهاد میکنه باید بدانه در زیر بیرق چی کسی جهاد میکنه، باید عقیدهش بدانه، منهجش بدانه و اعمال آنها را بدانه، بعد وارد آنها شود و بعد عمل خودش سالم بکنه و جهادی که میکنه به خاطر الله باشه، به خاطر ریا نباشه، به خاطر از این نباشه که مردم را مجاهد بگن، مردم را شجاع بگن، قهرمان بگن، یا به خاطر به دست آوردن مال دنیا و غنیمت و به خاطر به دست آوردن یک منفعت دنیوی نباشه، بلکه به خاطر الله جهاد بکنه. از خاطر رسول صلی الله علیه وسلم میگن والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله، الله میدونه چه کسی در راه الله جهاد میکنه، الله میدونه چه کسی است که در راه الله جهاد میکنه. لیکن اگر کسی واقعا در راه الله جهاد کرد، واقعا در یک جماعتی بود، در یک جایی بود که در منهج رسول صلی الله علیه وسلم، در منهج صحابه روان بودن، کفر شرک مرتکب نشده بودن، موالات با دشمنان الله نداشتن، مشرکین و کفار دوست نداشتن، با اونها دوستی نمی کردن. به همین شکل اگر واقعا جماعت پیدا شد و کسی به خاطر الله جهاد بکنه و کدام ناقضی از در اونجا دیده نشه از نواقض اسلام، در اینجا رسول صلی الله علیه وسلم میگن کمثل الصائم القائم، مثال این مجاهد مثال روزدار می باشه که روز روزه داره و شب در قیام است.
وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنیمة. و الله متعال تعهد نمونه که اگر مجاهد راهش را بمیرانه او را وارد بهشت سازه و اگر زنده نگه داره سالم و تندرست همراه با پاداش یا غنیمت به خانه برگردانه. یعنی الله تعالی را بر خود عهد کردگی است، الله سبحانه و تعالی بر عهده خود گرفتگی است که اگر مجاهد در راه الله جهاد بکنه یا اگر کشته شد ان شاء الله جنت است، الله برای جنت نصیب میکنه. اگر کشته هم نشد الله تعالی با پاداشی که نصیب او شده، با اجری که نصیب شده و با غنیمت دنیویی که به دست آمده او را به خانه برمیگردانه. و در حدیث دیگری که ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند غدوة فی سبیل الله او روحة خیر مما طلعت علیه الشمس و غربت. یک صبح تا ظهر یا یک ظهر تا غروب در راه الله، همین قدر کسی یک صبح تا ظهر در راه الله بره یا بعد از ظهر تا غروب در راه الله بره بهتر از هر چیزی است که خورشید برش طلوع نموده و غروب میکنه. سبحان الله. و اگر کسی خودش جهاد کرده نمیتونه لیکن مجاهدین یاری میته، یه مثل کسی است که جهاد کرده لیکن فضیلتش با او کسی که با مال جانش جهاد میکنه به او نمیرسه، اما این واقعا از فضیلت خاصی برخوردار میباشه که زید بن خالد جهانی رضی الله تعالی عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا. هر کس ساز و برگ جنگی مجاهد راه الله را تأمین کنه، وسایل جنگی برش بخره گویا خودش جهاد کرده است. و هر کس در غیاب مجاهد خانوادهش به نیکی سرپرست کنه گویا که جهاد کرده باشه. مجاهد در راه الله سو جهاد میکنه، اما کسی که در جهاد نرفته لیکن خانواده از را سرپرستی میکنه، از حساب امرار معاش و زندگی اینا که از با اونا میرسه و مریضهایشان را تداوی میکنه و میبره و هر چی که از توانش باشه برشان انجام میده، این کس مثل کسی است که جهاد کردگی است. و در حدیث دیگری که میخوانم انشاءالله حدیث آخر است، ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه میفرماید که از اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم از دره‌ای که در اونجا چشمه کوچک با آب گوارا بود گذشت و از اینجا خوشش آمد. با خودش گفت کاش از مردم کناره‌گیری کنم و در این دره اقامت کنم، اما این کار نمی کنم تا از رسول صلی الله علیه وسلم اجازه نگیرم. از این خاطر آمد به رسول صلی الله علیه وسلم اما چیزی که میخواست انجام بده و چیزی که با خود فکر کرده بود آمد به رسول صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله چی میگین که من برم به اون دره با اون چشمه و اونجا برم از مردم دور بگیرم و رب خود عبادت بکنم؟ رسول صلی الله علیه وسلم گفتن لا تفعل، این کار نکن، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. بخاطر که حضور و نبرد هر یکی از شما در راه الله بهتر است از نماز 70 سال که در خانه خود بخوانه. که 70 سال در خانه خودش نماز بخوانه و الله نماز از او قبول کرده باشه، از او کرده که در راه الله در جهاد باشه، او برش بهتر است. و برش ادامه میگن الا تحبون ان یغفر الله لكم و یدخلکم الجنه، آیا دوست ندارین الله شما رو ببخشه و شما رو وارد بهشت بسازه؟ اغزوا فی سبیل الله، بله اگر دوست دارین که الله شما رو ببخشه و شما رو وارد بهشت بسازه پس جهاد بکنین در راه الله. من قاتل فی سبیل الله فواق ناقه وجبت له الجنه، هر کس به اندازه فاصله میان گرفتن و رها کردن پستان شتر و وقت دوشیدن آن که چقدر وقت میگیره، بسیار وقت کم، به همین قدر اگر در راه الله جهاد کرده باشه بهش برش واجب میشه. و این از فضایل جهاد است. و جهاد که از فرض است، از که حالاتی داره، در یک زمان فرض عین میشه، در حالتی فرض کفایه میشه. اگر در حالتی باشه که سرزمین از سرزمین های مسلمان ها اشغال شده باشه، منطقه را کفار گرفته باشن، هجوم آورده باشن به اون منطقه، یا ای که امیر مسلمان ها که از امر کرده باشه که حرکت کنین که در فلان منطقه جهاد میکنیم، نفیر عام کرده باشه بر همه، یا ای که اسیر از اسیرای مسلمان ها به دست کفار اسیر شده باشه و مسلمان ها عاجز آمده باشن از توان از خروج کردن از در همین حالات است که بر کل مسلمان ها که از بر کسایی که نزدیک همونجا هستن برشان جهاد فرض میشه، تا که به اون شکل میرسه به کل مسلمان های دنیا جهاد فرض عین میشه، باید به کمک آن مسلمان ها بشتابن و اونها را یاری بتن.
و امروز که از جهاد از قرنها که سرزمین های اسلامی به دست کفار سقوط کردن، جهاد فرض عین شدگی است، مثل نماز و روزه و زکات و سایر عبادات. مثل که سایر عبادات چقدر فرض است و تاکید شدگی است، جهاد به همون شکل و فرض عین می باشه. الله سبحانه و تعالی توفیق جهاد به ما و شما نصیب بکنه. الله تعالی ما را از مجاهدین در راه خود قرار بده. الله تعالی ما را با کسانی که واقعا در راه الله جهاد میکنن، به خاطر الله جهاد میکنن، الله تعالی ما را با اونها یک جا بسازه و الله ما را مجاهدین حشر بکنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.